سلام دوستان، وقتتون بخیر. کسانی که پیج اینستاگرام ایفیکس موتور رو دنبال میکنن خاطرشون هست که قبلا یک گزارشی از خط تولید انجین و موتورسیکلت کارخونه‌مون براتون گرفته بودیم. الان طبقه 2 رو ساختیم و مشغول راه اندازی خط انجین جدید تمام اتومات هستیم. دوستان دارن اینجا کار میکنن. من گفتم خالی از لطف نیستش که برای شما بگیرم. این خط جدیدترین خط تولید انجینی که در دنیا میتونه وجود داشته باشه. الان هم دوستان دارن تولید آزمایشی رو کاراشو میکنن. انجینی که داریم اینجا میبندیم انجین CBF خواهد بود. الان همونجوری که میبینید مراحل لاکگیری و راه اندازی خط رو داریم. پول خط رو هم که متوجه است. این خط تمام اتوماتیکه. دارن میبینن دیگه در حال تست هست. این خط در حقیقت این قسمت ها یعنی این فیچر انجین ایستگاه به ایستگاه حرکت میکنه و این مانیتورها راهنمای نیروهای مونتاژ هست برای اینه که مونتاژ رو دقیق انجام بدن. خب دیگه دستگاه نصب شده ولی هنوز راه اندازی نشده. تازه اول کار تست نهایی خط. دو تا خطه. همونجوری که ملاحظه می‌کنید. خب بریم قسمت تست انجین رو هم اینجا تو کارخونه جدید اینجا یه مقدار هنوز به هم ریخته هستش، بخاطر که مشغول کار هستم، هنوز کار رو تحویل ندادم. خب اینا دستگاه‌های مدرن تسته. انجین ها میاد اینجا روی این دستگاه قرار میگیره برای تست. قبلا توی پایین دو مدل دیگه از دستگاه تست، دو روش دیگه تست انجین رو رو دو تا خط پایین دیده بودین. روی خط بالا میبینید دیگه. حالا انشالله راه که افتاد، اولین تولید که انجام شد، من برای شما یک گزارش کاملتری هم خواهم گرفت. بذارید یکی اولی رو بچه های انجین آورده بودن گذاشته بودن. صبر کنید. آره نگاه یه دیگه بله بله. مسئول اندازه دستگاه هستن. اینجا روشنه و دارم کم صدا. همزمان که داره تست میکنه یک حالت تست داینا هم داره میگیره. این دقیقا همون سیستمی که الان خطوط تولید هوندا دارن انجام میده. چگه شو خیلی خواب یا خیلی پیاله. خب این هم که قسمت روغن ریزی رو هم که این ربات رو گذاشتن که کلا کار روغن ریزی هم با ربات انجام میشه. اون پایین اگر که دیده باشین اونجا ما یک سری ربات ها داریم، یک سری کارا رو انجام میدن، ولی این قسمت روغن ریزی رو فقط توی این خط ما به صورت رباتیک قرار است انجام میدن. انشالله خط کامل راه افتاد. من در فرصت بیشتر داشتم برای شما یک گزارش کاملتر هم خواهم گرفت.